این قانون علمیه. برای پیشرفت سیاسی در این دوران شما نیاز به زن در رهبری دارید. تو خود فرانسه یکی از دلایلی که حزب سوسیالیست منهدم شد چی بود؟ خانمی شد کاندید ریاست جمهوری، خود مردای حزب زیر پاشو زدن. سیگولان رویال. مجاهدین به یک فرمولی دست یافتند که این فرمول یعنی زن با مرد برابر، زن در جایگاه رهبری. این باعث رشد یک جنبشه، این باعث بقای یک جنبشه. در یک کشور جهان سومی که بحث غیرت و ناموس و تصاحب و فلان و تملک و این چیزا بوده، ایده‌هایی رو ارائه میده که خیلی از نمایندگان احزاب اروپایی من در مقابلش صف میکشن و ازش تمجید. و تازه به اعتقاد من کم میگن، فشار زیاده، سیاست مماشات هست، آخوندا رو نرنجونن هست، ترسشون هست، بعد عقب افتادگی ایدئولوژیک خودشون رو میبینن. چجوری نیروی جهان سومی اومده یه کاری کرده، خانومان در رهبریان، آقایون دارن کمک میکنن اون پایین. نماینده مجلس نروژ من گفت برای من مهم نبود که چند تا زن توی رهبری هستن. این چیز جالب، خوبه، خیلی خوبه. برای من نقطه این بود که دیدم مردا دارن چای میارن، صندلی میذارن. الان اگه تاریخ 50 سال دیگه بگیم، آیا کسی میتونه بیاد بگه ایران جلو خمینی وای نستن؟ نه. شما مجاهدین واسطن. بعد من میام بهشون میگم که شما رو سری سرتونه. درسته که مردم ندی مشکل رو سری سر زن مجاهد شد که همه چیزش گذاشته برای مردم ایران. تو اونو نمیبینی که اینو عمده میکنی. نمیخوای رژیم سرنگون بشه که این حرفو میزنی. کسی که میخواد رژیم سرنگون بشه، آقا من تو خونم آتش گرفته، یه پنجره دارم، از این پنجره باید برم بیرون. نه این رنگ پرده پنجره خوب نیست. بابا آتش گرفته، از کجا میخوای بری مردم بیرون؟ بسوزم توی اتاق؟ یه راه نشون بدی باشه. اینا نه. یه راه نشون بدی من دنبال شما میام. مخلص شما هستم. اگه بهتر دارید بیاید بگید.